با درود به هم میهنان گرامی، به ایران دوستان، به کسانی که واقعا دغدغه ایران رو دارند. برنامه امروز شروع میکنم. امروز روز شنبه هست و نهمین روز از حمله اسرائیل به ایران هست. خب پشت سر هم اسرائیل حمله میکنه، اهداف رو میزنه، افراد رو نابود میکنه. ایران هم در مقابلش هر شب یه چند تا موشکی میفرسته. تا کنون حدود 520 تا موشک از طرف ایران به طرف اسرائیل پرتاب شده که تا حالا 25 تاش با زمین برخورد کرده و بقیهش ردگیری یا منهدم شده. علتش هم این هست که کشور آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها از دریای مدیترانه، کشور اردن و پدافند هوایی خود اسرائیل اینها رو ردگیری میکنن و خیلی هاشون رو قبل از که برسه به منطقه از بین میبرن و علتش هم این هست که بعضی موارد خب از این به اصطلاح پدافند هوایی بعضیشون در میره. ولی جمهوری اسلامی خب به مدعی هست، بیمارستان رو که میدونید چند مدت قبل زد، مدعی هست که اشتباه شد و از این جریانات. در مقابلش هر شب که هواپیماهای اسرائیلی مناطقی رو در ایران مورد هدف قرار میدن، از بین میبرن و در واقع اون مکانهایی رو که کلیدی هست برای جمهوری اسلامی، چه مال سپاه پاسداران چه به انرژی اتمی ارتباط داشته باشه، کلا دارن از بین میبرن. عده‌ای هم در این جریان ها خب البته کشته میشن، ولی کشته ایران تا کنون طوری که اعلام کردن حدود 650 نفر هست و که تقریبا 200 و خورده نفر از اینها افراد شخصی هستن، بقیهشون افراد نظامی هستن. در چند روز اخیر، یعنی دیروز امروز، شایع شده که سید حسین طائب رو ترور کردن، در صورتی که خب بعد این رو از سایت ها برداشتن و گفتن که نه، اشتباه شده، از این جریان است. البته طائب رو میدونید که در سال 1401 آقای نوریزاد اعلام کرد که این جاسوس اصلی اسرائیل در ایران هست و الان هم خب میگن اگر کشته نشه خب جاسوس هست، کشته نمیشه، اگر کشته بشه هم میگن خب اینم برای درس عبرتی برای دیگر جاسوس هست. ولی از این که کشور ایران پر از جاسوس هست این هیچ شکی درش نیست. در هر صورت در حمله اخیر 2-3 تا از این فرمانده ها مثل سعید ایزدی، امین پورجودکی فرمانده سپاه، اینها تمام کشته شدن و یه شخص دیگه هم که خیلی معروف بوده به نام بهنام شهریاری، این هم که در رابطه با سپاه پاسداران بوده کشته شده. مثل که این در قم نمیدونم کجا خلاصه این رو زدنش. اکثر سفارتخونه‌ها در تهران تعطیل شدن، افرادشون از ایران دارن میبرن بیرون و اونایی هم که باز هستن مثلا مال انگلیس کاراشون رو آنلاین دارن انجام میدن و اصلا مراجعه کنندگان رو قبول نمیکنن. مسئله که خیلی واقعا زننده هست این هست که خبرگزاری ZDF که مال آلمان هست برای تهیه گزارش رفته بود ژنو و در اونجا اعلام کرد که عراقچی از ایران که خواسته بیاد از اسرائیلیا اجازه گرفته که پروازش رو منحل نکنن، نزنن، چون پرواز میدونه که از ایران اصلا به خارج نیست. در واقعیت عملا شده مثل زمان حمله آمریکا به عراق که عراقی‌ها باستی از آمریکایی‌ها اجازه میگرفتن، حالا عراقچی هم از اسرائیلیا اجازه گرفته که بتونه بیاد به ژنو. حالا این گفتگوها که شما در نظر بگیرید، ولی خبرگزار CBS یک مطلبی رو ارائه کرده که کشورهای اروپایی و آمریکایی، در واقع غربی‌ها، در حال تدارک آینده ایران دارن به این فکر میکنن که آینده ایران باید به دست چه گروهی باشه که این تضمین کنه از نظر اتمی، تضمین کنه از نظر اینکه این وحشی بازی که جمهوری اسلامی در میاره در نیاره. به خاطر همین هست که گروه‌های اپوزیسیون خیلی فعال هستن و من بیشترین برنامه رو شاید امروز اختصاص بدم به این، برای که چیزهایی رو دیدم که واقعا شگفت‌آور هست. اول از همه این هست که اگر اینترنت دارین میتونین ظریف رو نگاه کنین. ظریفی که یک زمانی با کلمه
به نام خدا و چه میدونم اینا شروع میکرد، حالا امروز میاد بگه به نام میهن، به نام ایران و به التماس افتاده که ما ایرانی هستیم توی یک کشتی. خلاصه از این جریانات. ولی این تنها نیست، عراقچی هم که داره اونجا فعالیت میکنه. بعد مسئله مهمی که خیلی الان مهم هست که واقعا من این رو صمیم قلب میگم، افرادی که کاری هستن، افرادی که میبخشید دلشون به حال ایران میسوزه، افرادی که فکر آینده ایران هستن، باید خیلی خیلی به این توجه کنن. برای بعد از خامنه ای الان دارن نقشه میکشن که چه گروهی میتونه بیاد. یکی از این گروه ها سازمان مجاهدین خلق هست. سازمان مجاهدین خلق خودتون میدونید که پول زیادی داره و خرج هم زیاد میکنه، فعالیت هم زیاد میکنه، در سطح بالا پول میده و میخره. این الان مریم رجوی چند دیروز یا پریروز بود که در پارلمان اروپا رفت صحبت کردن، نظر خیلی از اینها رو داره جذب میکنه. همچنین فرانسه میدونید که مکرون با این ابراز عقیده‌ای که کرد در روز گذشته، نظرش به رضا پهلوی نیست، نظرش به تقریبا میشه گفت که به افرادی مثل اینا هست. این یک مسئله است. حتی بعضی از این به اصطلاح آمریکایی‌ها هم که مخالف ترامپ هستن، توی اظهار نظراتشون شاهزاده رضا پهلوی طرفداراش رو طوری وانمود میکنن که اینها طرفداری در ایران ندارن و اگر بخواد جایگزین بشه بایستی یک گروهی باشه که بتونه تضمین بده. خب حالا از این موقعیت این حزب اللهیای داخل مثل ظریف اینها هم بیکار ننشستن، اینها هم دارن یک جوری برنامه‌ریزی میکنن که اشکالی نداره، بیایید ما خامنه ای رو فدا میکنیم، برنامه اتمی رو هم فدا میکنیم و خودمون این حکومت رو میچرخونیم به اون صورت که اون چیزی که غربی‌ها دوست دارن همون گونه. این گروه هم که در واقع اصلاح طلب ها هستن، مثل روحانی، مثل ظریف و اینها الان دارن فعالیت میکنن. حقیقتا نه که بگم ساکت نشستن، نه، فعالیت خیلی سرسختی دارن انجام میدن که یک کاری کنن بتونن کشورهای اروپایی و اینا رو قانع کنن که دنبال کسی نگردیم، ما داخل ایران هستیم، فقط این سرخر رو اگر برداریم ما بهتون قول میدیم که برنامه اتمی به طبق روال اون نظر شما پیش میره و میتونید امیدوار باشید که ایران دیگه از خر شیطون میاد پایین. ولی الان بزرگترین وظیفه ما ایرانیان به این هست که یادآوری کنیم به تمام دوستان هم میهنان. فکر کنید که اگر احمدی نژاد و به فرض حالا احمد نژاد که نه ولی مثلا روحانی اگر بیاد چه کار میتونه بکنه؟ 1 سال 2 سال به فرض 1 سال 2 سال اونجور که مردم بخوان کار کنه، ولی چون ذاتش همون ذات کثیفی هست که در عرض این 37 سال نشون داده، تغییر پذیر که نبوده که به قول شاد حالا عمامش رو یک کمی نوتر کنه، ولی همون فرد هست، همون سیستم رو در ایران به اجرا در خواهد آورد. مطمئن باشید که اگر افرادی مثل روحانی، ظریف و این گروه هایی که یک کمی خودشون رو معتدل تر میگن و الان دارن تلاش میکنن که در جمهوری اسلامی جایی رو برای خودشون بگیرن، اروپایی‌ها رو اینها رو متقاعد کنن که به فرض بیان و پست رو بدن به اینها نمونه همین هستن. میگن شغال برادر گرگ هست، گرگ برادر شغال هست، مثل هم دیگه هستن، هیچ فرق نمیکنن. سازمان مجاهدین خلق هم البته من به عنوان یک آدمی که طرفدار آزادی هست اصلا مخالفتی با سازمان مجاهدین خلق نمی کنم، چون دشمن نیستم. من میگم که بیایید واقعیت ها رو نگاه کنید. ببینید سازمان مجاهدین خلقی که الان 40 سال هست که در تبعید هست، ببینید چه بر روز طرفدارای خودش آورده. حالا گذشته از این که چه کارهایی در ایران انجام داده، مردم چه دیدی بهش دارن، ولی همه اینا رو اگه فراموش کنیم و بیایم به این کارهای روزمره که دارن انجام میدن نگاه بکنیم، می‌بینیم که اینها مورد پسند جامعه ایران نیست. ما نمیخوایم که به فرض چادر چاخشور از سر ما وردارن ولی که بازم رو سری تو سرمون باشه یا تو سری تو سرمون باشه. من میدونم که خانم‌های میهن ما 90%شون به هیچ وجه من الوجود طالب این گونه زندگی در آینده نخواهند بود.
البته خب اینها پولدار هستن، فعال هستن، به این جلسه به اون جلسه پول میدن، شرکت کننده ها رو انتخاب میکنن. همتون دیدین در جلسات های گذشته، سالهای گذشته که چه پولهایی به آمریکایی‌ها، به کشورهای دیگه دادن و اومدن در جلساتشون صحبت کردن. اینها هم بیکار نیستن. این باعث یک زنگ خطری برای ما ایرانی ها باشه. الان امروز پرچمداری بهتر از رضا پهلوی که داره علنا ابراز میکنه، میگه من میام این جریان رو در دست میگیرم تا زمانی که مردم یک انتخابات آزاد رو انجام بدن، رفراندوم، قانون اساسی درست راستی و حکومت یه حکومت سکولار و حکومتی باشه که عادلانه باشه، همه مردم رو در نظر بگیره، شروع کنه به خدمت در ایران. تا اون زمان هستم. اگر بعد از اون مردم از من بخوان به عنوان خدمتگزار من بیام خدمت کنم، حاضرم، وگرنه من حاضر نیستم. اما شما این حرف رو به فرض در سازمان مجاهدین خلق به هیچ وجه نمیشنوید، یا این گروه به اصطلاح اصلاح طلب ها اصلا همچین حرفی وجود نداره. من این رو بهتون اطمینان بدم که آینده ایران، اگر ما میخوایم که به دموکراسی برسیم، اگر میخوایم که بچه‌هامون آزاد باشن، دخترامون تو سری نخورن، ما فقط و فقط بایستی دنبال رو رضا پهلوی باشیم. البته من خودم بارها گفتم جمهوری خواه هستم. من نظام سلطنتی مثل زمان محمد رضا شاه پهلوی رو اعتقاد ندارم، چون که زمینه دیکتاتوری درش فراهم میشه. البته حقیقت به این هست که خب عده خیلی زیادی از ماها تو این کشورها که زندگی کردیم شاید این عقیده ها رو نداشته باشیم، ولی که من این رو آب پاکی بریزم رو دست شما که دیکتاتور از مادر دیکتاتور به دنیا نمیاد، بلکه دیکتاتور پرورده میشه. این دغل دوستان که میبینین مگسانن گرد شیرینی، هم در زمان محمد رضا شاه پهلوی بودن، هم زمان خمینی و خامنه‌ای بودن. مطمئن باشید که الان هم دوربر شاهزاده رضا پهلوی هم افرادی هستن که اگر به قدرت برسن اینها دوست دارن دیکتاتوری شروع بشه، دوست دارن که سفره پهن بشه و حق مردم رو بردارن پایمال کنن. مردم ایران مردم خیلی مظلوم و مردم خوبی هستن. شما الان من یک کلیپ براتون میذارم ببینید شهدایی که ما در عرض این مدت از دست دادیم چجوری برای مردم محترم هستن. این رو دیدید؟ اینها افرادی هستن که خونشون برای این وطن، برای این سرزمین ریخته شده به ناحق. ببینید به ناحق افرادی اینها رو به این روز انداختن که واقعا حقشون مجازات هست. الان براتون یک کلیپی هم از این اسمش هم یادم رفته، حالا موقع دیدین کلیپ رو میفهمین کی دارم میگم. یعنی به راحتی هر موقع اراده بکنیم میذاریم تو سر امریکایی‌ها، یعنی از پشت و چپ و راست و بالا و پایین و کم و زیاد اینا مورد تهدیدن. اروپایی احترام خودشون رو حفظ کنن، مخصوصا با این موشک جدید که فعلا اسم ازش بردیم هایپرسونیکه. اینا دیگه چه برپرسازی داره؟ یعنی فقط الان از امریکا یه دکوری مونه. من احتیاط کردم، اصولا سعی میکنم با احتیاط حرف بزنم، قلوب هم نمیکنم. من با احتیاط بودم تا 10 سال دیگه اینا نمیتونن ضد اینو درست کنن، ولی به نظر میاد اصلا نمیتونن. یعنی این سیستم، این سامانه قادر هست هر نقطه‌ای رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتا اولین اهداف ما
همون سامانهای سپر موشکیه. اونا هیچ رقم نمیتونن مقابل بدن. خبر صبح دیگه خدمت شما عرض کنم که سرعتش خیلی بالاست. احتمال میدید کی رسانه‌ای بشه؟ رسانه‌ای شد نه یعنی نشون بدید. موندیم که اینو چجوری نشون بدیم، چون بیرون جب ما چیکار باید بکنیم. اصلا اصرار نداریم قبول کنیم، اصلا قبول نکنیم. روز حادثه معلوم میشه چیه. دیدید اینم آقای حاجی زاده بود که ما در فارسی مثال‌های خیلی زیادی داریم که این مثال‌ها در اثر تجربیات سالیان سال درست شده. البته بی‌ادبی است بگم، ولی خب از قدیم گفتن دیگه، گفتن لاف در غربت و گوز در بازار مسگرخانه. این بنده خدا می‌بینید چه لافی اومد و به چه روزی افتاد. اینها افرادی بودن که مملکت ما رو به این روز در آوردن. این حرفایی که این میزد اگر این اتفاق نیفتاده بود ما هم میگفتیم که وای ایران به کجا رسیده، ما چیا داریم. ولی امروز میبینید که تمام لاف بوده، چیزی نبوده. الان قوی ترین موشکی رو که انداختن همین موشکی بود که چند روز دیشب بود یا پریشب بود پرتاب شد که این موقع که به هدف میخواد برسه مثل بمبای خوشه‌ای کار میکنه. و الا چیزی که البته اسرائیل اعلام کردن که ما از 6-7 سال قبل خبر داشتیم که ایران هم چیزی داره، منتظرم بودیم که پخشش بکنه، منتظرم بودیم که شلیکش بکنه. خب ببینید ما به چه روزی افتادیم؟ از دست کی؟ از دست همین افراد خائن. این همه فرمانده کشته شده، الان این سایبری ها اصلا عین خیالشون نمیاد و دارن رجز میخونن. حتی من البته به خاطر یوتیوب نمیتونم چندین کلیپ بذارم چون میدونید که کپی رایت اینها جلو رو میگیره، ولی باور کنید 5-6 تا من کلیپ دارم که انفجاری که در تهران انجام گرفته این رو صداش رو قطع کردن، صدای دیگه گذاشتن میگن توی اسرائیل هست. حتی یکیش رو امروز داشتن نشون دادن، ماشین ایرانی که توی تصویر هست همجور پیداست. بعد انفجارهایی که در مثلا اسرائیل انجام میشه چون صدای زیادی داره خیلی خیلی میشینن و میگن که مگه میشه انفجار به این زیادی 6 نفر کشته شده باشه؟ خب بیچاره های بی سواد، زمانی که کشوری مجهز به آلارم هست، مجهز به آژیر خطر هست، مجهز به تمام به اصطلاح محلی هست که هر ساختمان 2 طبق چیز داره، 2 طبق اتاقهای مخصوص داره که مردم در زمان جنگ میتونن برن در اونجا. این ساختمان‌های بتونی که ضد بمب و همه چیز هست، همه چیز داره. حتی من گفتم یکی از فرماندهان اصلی اسرائیل وظیفش همین آژیر هست، بردن مردم به این اتاقهای به اصطلاح بتونی هست، پناهگاه‌های بتونی هست که در هر ساختمانی موجود هست. اصلا در اسرائیل شما ساختمانی نمیتونید درست بکنید که پناهگاه نداشته باشه و هر زمانی هم که احتیاج دارن به آب، به غذا، به همه چیز بهشون میرسونن. امروز خبرگزاری ترکیه داشت از یک جایی رو که دیشب بمب افتاده بود و منفجر شده بود، البته چیز برنامه‌های به اصطلاح کامپیوتری برنامه‌ریزی اینا میشد نشون میداد، در اونجا ساختمان ویران شده ولی 1 نفر کشته نشده بود، 5 نفر فقط زخمی شده بود. در صورتی که اگر این ساختمان در ایران کشته میشد، چون ایران مردم نمیدونن که از کجا چه موقع چه زمانی این اتفاق میفته و دولت ایران هم که اصلا اهمیت نمیده به ایرانیا، به هیچ وجه هیچ چیزی رو پخش نمیکنه. رادیو تلویزیون که برنامه به اون صورت نداره، تلفن‌های ماموری هم که قطع کردن، هیچ گونه سیستم دفاعی هم که ما نداریم. اگر واقعا کسی هم در ایران کشته میشه این دیگه واقعا بدشانسیش هست، برای که اسرائیلی‌ها معمولا مناطقی رو که دارن میزنن قشنگ بررسی کردن و اون جایی رو میزنن که حقشون هست، ولی در خب کنارش بالاخره خشک و تر هم میسوزه. این پیام امروز من بود. من بازم از شما خواهش میکنم، مخصوصا افرادی که تو ایران هستن، خانم ها، آقایان ایرانی، شمایی که از دست ظلم این مملکت به ستو اومدید، مواظب باشین. اگر نیروی نظامی هستی، اگر ارتشی هستی، سپاهی هستی، دشمن این مردم که نیستی، تو هم از همین مردم هستی. بیا توی صف مردم واسا، بیا در اون خط تاریخی واسا که اصلی هست، در جایی وانسته که فردا بهت 1000 تا فوش بدن و خودت پشیمون بشی، بگی ای کاش من هم در این سمت تاریخ قرار می گرفتم. این رژیم در حال رفتنه. یکی از دلیل‌های بزرگ این که رژیم در حال رفتنه، ببینید نتانیاهو الان به مرحله‌ای رسیده که نمیتونه جمهوری اسلامی به همین حالت
بگذاره، چون تاریخ در موردش قضاوت خواهد کرد. نتانیاهو میخواد در تاریخ مثل داوود، مثل پیغمبرای دیگه ازش یاد کنن که قوم یهود رو از دست ظالمایی مثل خامنه‌ای نجات داد. اگر امروز کوتاه بیاد مطمئن باشین که با تنفر ازش در تاریخ یهود نام خواهند برد. و الان هم خودشون میدونن که اگر این جمهوری اسلامی در همین حالت خودش باقی بمونه، حتی تمام پایگاه اتمیش هم که از بین بره، این میتونه باز دوباره تکنولوژی رو همونجور که از پاکستان یا از کره شمالی خرید الان خودش داره، میتونه باز دوباره شروع کنه و دفعه دیگه شاید این گونه نباشه، شاید ترامپی نباشه که بخواد بهش این همه کمک نظامی بکنه، شاید یک حکومتی مثل بایدن باشه که نوکر بیچون و چرا بود. ایران هم که دیدید در عرض این 40 سال این همه پول که به روسیه و به شوروی سابق و به چین داد، حتی در هیچ نکته یک توپ هم بهش کمک نمیکنن، هیچ کجا هم ساپورتش نمیکنن. آخر عاقبت این رژیم نابودی کامل هست. ما ملت ایران فقط یک هدف باید داشته باشیم، نابودی جمهوری اسلامی. ما نابودی جمهوری اسلامی میخوایم، در ضمن اصلاح طلب و اصولگران برامون نداره. کسانی که در این جمهوری اسلامی 40 سال خون مردم کردن توی شیشه، جایی در حکومت آینده ندارن. اینها میتونن زندگی کنن ولی جایی در حکومت آینده ندارن. دیگه وای به اونی که بخواد حکومت رو در دست بگیرن. اینها رو فراموش نکنید. به امید آینده بهتر، با یک برنامه بهتر، ببینیم چی میشه.